آدم این همه آدم یکی صورت هم نمونتگیم یک از من $5000 قرض بود من بروزم بودم که منویسش آدم بود که روز دوشنبه حاجی عمرتون تو من لکن این بروز میگن نمیگی استوریش کن من داخلم پس ولیت نمیگیرم هیچ کاری که من پیش دیدم یا باردار میگم عمرش والا باردار من زهره کم کنم من در جامعه کوارتیرم خدا گروه کنم من با این حال آوردن من با خدا قدم میگه زهره نیزم من خیلی کسا بخیرم اینم یاد از اون من نگرفتم با خدا والله قسم اگه اگر اینم قرق بجام آدم ختم هیچ کنه کو خیلی چشمات آب میره نکنه مردم امی قطعی 4-5 آدمی که همون نفره ماشین بیزنس کردگن چکار کردگن همون قهای ایجا چند دپش چند میلیون آدم میره پس دادیسن کاج هر یه آدمی که دجه نمیشناسش کپکش دادگ نیست کپکش روی کردگ نیست میدونه حرام خورش میگه که میگیرن در سایتشون پابلیک میکنه کاج آدم میگیره اتوش میته این چیز خداوند میدونه همین آدم هم کار کردن نه که همین آدم گفته است فریب خورده پس توش دیگه ای هر جو هر پوبلیکوی که دل خشیشه یگان نه دودارش در استوریش میگم پس توید کردگم عرقش دادگم مشک کردگم تیپ همین حجی سمو رفته کیف کردگم ما طرفداری نیستم پروست بجای مرد بچم که خطا چور سوال میکنی که دلت مثل خطیب چیزی را نمیدونین نمی آدم میگه نپرین پس نزنین بجای هم آدم یا او تایخته اکخته دودار اخته فکر اخته فکر که جال که پروست بخدو نکنین چیز خداوند میدونه و همون انسان کسی که نمیدونه نگینه پیشش قضاوت نکنین بخدو گناهی باز بینه برادر